سلام بچه ها، چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید. آقا من امروز اومدم توی یکی از جنگلای که پشتش داستان خیلی ترسناکیه. همینطور که مشاهده میکنید تنها اومدم اونجا، خیلی کارش شروع کردم. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو ببینیم چه خبره. آقا همونطور که توضیح دادم تنها اومدم تو این جنگل. یا اول فضاجی یکی جیغ زد. یا خدا چرا اومدم من اینجا؟ جی به جون خودم یکی داره سوت میزنه. حاجی یکی داره چراغ میزنه. به جون خودم داره یکی چراغ میزنه. یا اول فض. یا تو کی دیگه؟ تو دیگه کی؟ از کجا داره صدا میاد؟ وای همون بالا. تو دیگه کی هستی؟ اینجا اومدم میگن که داستانی پشتشه. هیچ داستانی نیست. گونه تمام کن. چرا آخه؟ گفتم برو. یکم بیشتر توضیح بده. برو اینجا جای مناسبی نیست. کجا برم؟ گفتم برو. چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید. اومدید تو جنگل‌های دور افتاده. همونطور که شاهد اینترو اول فیلم بودید ما اومدیم یه ویدیو ترسناک واسهتون ضبط کنیم. حالا توضیح بده قضیه چیه؟ بچه‌ها قضیه الان ما اینجا نشستیم اصلا یه ذره استرس دارم میدونی؟ سه دفعه به خدا اون قبل ویدیو دو سه دفعه صدا گربه و یکی داشت گربه رو میزد اینجا. هیچکی هم نیستا. اینجا یه چند تا ویدیو ترسناک ببینیم توی جنگل دور افتاده تاریک. چند تا فیلم ترسناک کوتاه چند دقیقه. یه چراغ قوام کمه. الان ما نمیدونم این چراغ چجوری رو کیش کردیم. چراغ رو اوکی یا اوکی کامنتا بگید. خب اولین ویدیو رو گذاشتیم. چی اسمش؟ آلتر. یه ویدیوی 3 دقیقه و 13 ثانیه‌ای. خب من ترسیدم. بلاش میرم. آقا اینجا هم جنگل داره. بریم که آقا جنگل رو بدش کن. یه کلبه هم اون بره. همین الان یه دونه لامپش روشن شد. معلومه چی عجیبه. خبر نداره. هیچ کار خبر نداره. جدن که کفه مرگش رو شد. مثل سگ میخوابید. صدای در اومد و اوه یه مثل خواهرم بلند شد. چشه خواهر آره چرا قوه بغل دستش بود. و ما یه ویدیو میخوایم بگیم چرا قوه نداریم. اینجا میرازه این بازی کنم چه خواب پنبه‌ای هم داشته. عروسک و بخواب بابا بی پدر. هم زیر پتو خموم همه چی اوکیه. آقا همه چی زیر پتو همه چی از زیر پتو شروع میشه. یا نگاه میشه نگاه نکن. اوه بغلم چه درخت پدریه. خب تموم شد الان آقا اصلا میشه حرفم عوض کنم. همه چی از زیر تخت شروع میشه. همه چی از زیر تخت شروع میشه. این وقتی یادتون باشه زیر تختتون اصلا نگاه نکنید. مگه میخواره کونه؟ ما همیشه سوال برام پیش اومده چرا باید تخت زیر داشته باشه؟ چرا انقدر چیز زنیم؟ اصلا چرا باید زیر تخت یه محوطه خالی باشه؟ آره تخت ما چسبیده. یه تخت چسبیده بلند استفاده. چرا خارجی انقدر پیگیرن؟ مثلا یه صدا گوز میاد تو خونش طرف فهمه کار کی بوده ول نمی‌کنه. یا خدا همون پتوش رفت. این اتفاق واسه من گفته می‌بینم. داستان برعکسه. داستان برگشت. نکنه ها پیش بود اذیتش چشم کرد. وای تولد بوده. این کی بوده؟ آبجیش بوده؟ باکسه ببینم داشتن از خب دهنتون رو سرویس
بسته کش داده چرا کشتش این بچه رو کشتی این بچه رو کشتی تولد دیوی چی یعنی مثلا با چراغابه مرد خب یه پایان غم‌انگیز یه پایان خیلی دارکی داشت شما نظرت در مورد این ویدیو چی؟ یه ذره یکم من شوکه شدم ترسناک در اون حد نبود ولی خب یه ذره شوکه کننده بدی بود خیلی بدجور شوکه شدم من اصلا فکرشو نمی‌کردم من یه حسی که دارم میدونی چیه؟ حس چی؟ امیدوارم نترسم بگو آروم باش وقتی ویدیو می‌بینیم از پشت اون کله‌ش میاره وسط اون ویدیو نگاه خواهش چیکار درخته بابا بریم واسه ویدیوی بعدی این یکی که ترسناک نبود دارک ذره حالا اونقدر من نمی‌ترسم بچه‌ها شاهدن من میدونم چه آدم نترس فقط یه ذره تبر داره کنه یه ذره تبر خب بچه‌ها ویدیو دوم چیه؟ وت ولی خب یه مدنی آلتر احتمالا یه گروهی آره یه گروهی یا یه سایت خاص بچه ها جنمن تو تنشه اینا هرچی دیده رو کشیده به همه داره میگه مثل ویروس میمونم چیه و جایی مظلوم هایی که آخرش برای برمیگره همه رو میگاد باز انگوشتشو کرد شد کرش کرد پسره وای چی کرش کردن چی؟ پدرایی چرا اینطوریه؟ یکی ما رو کرد کنه چی الان نمیشستیم داریم ویدیو میبینیم یکی انگوشتشون رد آقا میشه قد مفتی نباشی؟ این پسرم انگوش کرد کرش کرد نه انگوش کرده یه چیز دیگه چه انگوش کرد یاد فیلم ایت افتادم صدای کردن این یارو پسره یه چیزایی میبینه که یه جون خودم صدا چیز داره آقا میشه دیگه خواهش میکنم مدرسه هست مثلا با توپ گذاشت تو سرش بجی یارو خیلی این همون پسر هست این خیلی دیدم اینو؟ نه فیلم بوده قبلا؟ نه میخواد بشید چکار کرد باید این پسره توپولو خیلی قفلیه روی این بچه این همون پسر هست که انگوشش کرد این همون که انگشتش کرد چه گوشش کمالی یه دیوونه شدی اشتباه اومدن مفرش کنم خب بچه دوباره نکن بی پدر یعنی چی؟ خیسش هم نکن وای نکن خب وای نکن بی پدر دستشو گاز گرفت مغزش انگشتشو گاز گرفت بسایی چه کاریه چرا انگوشت بوفام زد که بره هاج نه امتحان کنم بوفام زد که بره قشنگ آقا یه آهنگه من یاد فیلم ایت میفته دارم لرز میکنم اونی مثلا تنم I am okay I'm okay
ها همین سازنده شد. چه پیامی داره شما استادم بودید؟ خیلی نجس بود ویدیو خیلی دق سعی کن حالت به هم نخوره. سعی کن نرینی تو جاته چیه؟ چم لچر بود یارو بسید کنم. شما ترسیدین؟ حتی شاید من که ترسیدم این بچه رو دیدم ترسیدم یو خریدی اسکرم همیانا بقیرم نشسته. این ویدیو سومه بچه ها. شما انگلیسی اون انگلیسی کم بلد که داره مسواک شما داره مسواک ساعت داره یه مسواک درس چیشه باشی تو آقا من اوکی هم بذار من نگاه کنم پشتم ببین آخر این ویدیو که پشت وایسا وای متوجه شد چی شد گفت آی اوه حاجی این ور اون ور میشه یکی پشتشه ولی برمیگریش با مثل ما وایسا یوی دوست تو وای حاجی همینجاست بین دوتا سرمونه حالا میاد وسط اوریتوری میکنه برو بی پدر فرار کن حاجی چراغ موتور داره میزنه آقا وایسا آره باشی چراغ چرا میزنه وایسا اصلا میشه توجه کنی ببینیش تو ببین آه خدا دیدم خودم آقا دیدم خودم چه این خیالش هم نیست ها؟ ماینه داره میاد دستش رو حتی پایینه کرده بیرون ها؟ از یه آینه اینقدر آینه سب کن من درک نمی کنم منطقی خیلی ترسناک خوشون داری میاره وایستاده فعلا خنده؟ میشه نخندی؟ اینو مادرت میشه نخند نخندی؟ فوت تموم شد حاجی این با اختلاف ترسناک‌ترینش بود میدم خودم وای چه کوفتی بود اینجا جای مونده من میخوام برم آقا من میخوام برم اینجا دیگه جای مونده نیست اینجا دیگه جای مونده نیست بچه ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه اگه خوشتون اومد حتما لایک کنین چنل رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله بغلش رو بزنین بچه اگه این ضبط ویدیو دوست دارید حتما کامنت بذارید لایک ها رو ببرید بالای نمیدونم چند تا آقا بچه هر چقدر بیشتر لایک کنید ما پارت بعدی تو قبرستون میگیم شما همه کارا رو انجام بدید من میخوام برم نه